خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تو فصل امتحانایی تو ذهناتون هم شارپه میخوام یه مرور سریع دوستان فصل امتحاناشونه دیگه. میخوام یه مرور سریع آقای دشتی روی مطالبی که تا به امروز داشتیم. سلام به به میلاد بفرمایید. یه مروری بچه میکروفون رو استفاده کنیم. یه مروری روی مطالب تا امروز داشته باشیم. مثلا در مورد چیا صحبت کردیم کوتاه. با ما هر جلسه یه ریکپی میزنیم واسه این که الان اخیرا داشتم راجع به 4 دسته مختلف مشتری ها صحبت میکنه که هنوز هم پیش چالش دارم و رسیدم به اینکه محصولی که داری میسازی یا میخوایی بسازی توی یکی از این 4 دسته قرار میگیره که حالا یا کیفیت بالا و گرونه یا مثلا کیفیت پایینه بازم گرونه یا کیفیتش بالا و ارزونه یا کیفیتش پایینه و ارزونه. و الان قرار بود که برسه به اینکه استراتژی هر کدوم از اینا رو توضیح بده به کار میشه. خوبه از اولش که یه مرور خیلی سریع بکنی. اومد گفت که کل مسئله ای که من میخوام باهاتون صحبت کنم در موردش اینه که چطوری استارتاپ و یه پروژه موفق میشه و چطوره که خیلی ناموفق میشن. بعد شروع کرد گفتن که ببین کلا تو میتونی یا بری سراغ ایده آیدیا فرست باشی یا نیت فرست باشی. آیدیا فرست نقص ذاتی داره. نقص ذاتیش هم اینه که معلوم نیست اصلا اینی که تو میسازی مشکل کاربر رو حل بکنه، چون کاربر میاد از سرویس تو استفاده بکنه واسه اینکه یک مشکلی ازش حل بشه. اگه اون چیزی که میسازی مشکلی حل نکنه اصلا معلوم نیست که بخواد این کار بکنه یعنی اینکه کاربر بیاد بگیرتش و استفاده بکنه. بعد شانسیه دیگه، خیلی شانسیه، به خاطر اینکه تو اصلا نمیدونی کدوم جهت باید بری، فقط مثلا داری میری. هی زیاد شدن این تعداد ایتریشن هات و خروجی هات هم منجر به این نمیشه که تو به نتیجه برسی، چون اصلا جهت رو نمیدونی که من باید کدوم سمتی برم. همه مثالایی که در مورد گلف، تیراندازی، همه این چیزا ما صحبت کردیم. گفت پس باید بیای سمت نیت فرست. توی این نیت فرست هم که داری میای و نیاز کاربر برات مهم میشه، حالا باید نیاز رو بشناسی، آن چیزهایی که دنبالشه بهش برسه، به عنوان اون نهایت دیزایر.com ها رو بشناسی. بعد بتونی به این امید بری، به این امید تو این مسیر بری جلو که یه چیزی بسازم که واقعا مشکل کاربر رو حل بکنه. بعد اومد جلوتر گفت که خب منم اون چیزایی که خودم یادمه رو دارم میگم دیگه، هر چیزی یادتون اومد بگیم. بعد اومد جلوتر و گفت که خب ببین کاربر، اصلا داریم در مورد جاب صحبت میکنیم، میاد پیشت که یه کاری انجام شه. این جابت انواع مختلف داره. یه کور فانکشنال جاب رو گفت همه چیز وابسته به این و در کنار این و بودن این معنا پیدا میکنه بقیه چیزا. ریلیشنال جاب و ایموشنال جاب و اینها رو هم گفت کنارش و گفت یه دیزایر.کامی هست. دیزایر.کام همون چیزیه که کاربرت انتهای کار وقتی اومده پیشت که فلان کار انجام شه، ولی انجام شدن اون رو با اینها میسنجه، با تحقق اونها، اون دیزایر.کام ها میسنجه که واسه گروه های مختلف هم این فرق میکنه. پس باید بدونی گروهی که رفتی سراغش و اصلا آنهایی که این مشکل رو داشتن، این کار رو میخواستن انجام بشه، خودشون به گروه های مختلفی تقسیم میشن بر اساس همین دیزایر.کام ها. پس باید ببینید سراغ کی رفتن، با چه دیزایر.کامی. یهویی مثلا میری سراغ یک کسی با دیزایر.کام A، جابو براش انجام میدی، ولی اون تو با برآورده کردن دیزایر.کام B داری جابو انجام میدی، اون آخرش میگه کار واسه من انجام نشد. این فایده نداره. مثل چی بود اون اسنپ تپسی که طرف میاد جابجاش میکنه ولی دیر بیاد، خیلی دیر بیاد، مثلا اون در حالی که در لحظه بودن ها براش خیلی مهم. یا بیاد جابجاش هم بکنه تو این گرمای تابستون کولر نگیره، میگه میخواستم همه عمرت نیای دنبالم. بیاد وسیله داشته باشه، اینم بگه صندوقم کپسول گازیه
و جا ندارم یا آقا به چه درد من میخوره، من الان میخوام برم فرودگاه 4 تا چمدون دارم میخوام بذارم. پس این دیزایر آتکامه مهم میشه. اومدیم جلوتر، بحث این شد که خب چی کار داری میکنی؟ میگه محصوله یعنی بهتر از شرایط حاضر، محصولی دارم میسازم که بهتر از وضعیت فعلی مشکل رو حل میکنه و ارزونتر گرونتر، یعنی یا بهتر و بدتره یا ارزونتر گرونتره. مردم دنبال چیان؟ مردم کلا دنبال اینن که مشکلاتشون با چی حل بشه، بهتر حل بشه و ارزونتر، و اصلا اینطوری دنبال میکنم. ما یه معلمی داشتیم، معلم زبان فارسیمون بود. بعد سر کلاس نشسته بود، بچه ها مثلا اون ردیف 4 و 5 نشسته بودن، یه کیفم نیمکتی بودیم، یه کیفم گذاشته بودن، پشت کیف گذاشته بودن داشتن شطرنج بازی میکردن. بعد در اومد گفت رخ به مثلا فلان خونه. بعد این دوتا اینطوری داشته همدیگر نگاه میکردن. بعد که چطور معلم از کجا فهمیده اینا؟ نشستن این ور به اون ور پیام میده، سرشون هم توی معلوم نیست کجاست، اصل جدید و نه، من الان همینطوری نگاه میکردم میفهمدم. بالاخره ما این کلاس های آنلاین هم بهشون میگیم فعلا میکروفون تو باز کن جواب بده دیگه، چه برسه به این حضوریش. بگذاریم این شوخی. بعد به کجا رسید؟ گفت خب پس یکی بهتر بدتر بودنه، یکی ارزونتر گرونتر بودنه. این همون ماتریسی بود که پدرام گفت. یه ماتریس درست کرد، گفت آقا پس محصولی که تو داری یا بهتر و بدتره یا ارزونتر و گرونتره. اگه بیایم روی اینجا، اینه که میگفت واسه هر کدومش یه استراتژی هست. دیفرنشیت استراتژی، دامیننت استراتژی، دیسراپتیو، دیسکریت و ساستینینگ. حالا صحبت جلسه پیشمون که شروع کردیم این بود که چطوری اینا رو به کار بگیری. اول اومد یه تعریف کرد هر کدومشون چیه، توی چه شرایطیه، بعد گفت چطوری به کار بگیره. اینجا شروع میکنیم اومدن امروز کل این 5 تا رو یه دور با هم مرور کنیم. من اجازهتون یک کمی اینو بچرخونم. شروعشم با اینجا. آره میگه که کلا اگر نیاز کاربر تو نشناسی و ندونی که اونور ندونی کاربر توی کدوم یکی از این خونه های ماتریس خود کدوم یکی از این خونه هاست، اتفاقی که میفته اینه که همه چیز تو، یعنی مثل همون با شانس رفتنه. چون اصلا داری کاربر درست و استراتژی مناسب رو انتخاب نمی کنی، یعنی برای این کاربر استراتژی مناسب رو انتخاب نمی کنی. چطوری بفهمیم؟ میاد جلو و توی فصل بعد خیلی روی این با مارکت ریسرچ کوانتیتیتیو کوالیتیتیو کار میکنه که چطور بیاین گروه ها رو تشخیص بدیم. اینجا روی تشخیصش هم کامل روی همون آندرسرو و اوورسروده. یعنی اصلا میگه آقا من یه نیازی رو فهمیدم، فقط باید ببینم این نیازه رو ندارن، یعنی دارن این نیازه رو، سولوشنش رو ندارن، ولی باید بفهمم آندرسرو یا اوورسرو یا نان کانسومرن. این رو با مارکت ریسرچ در میارم که هر کدوم از این آدما نان کانسومره یا اوورسرفده یا آندرسرفده. اینو با اون مارکت ریسرچ در میارم. ولی برای مهمه که اینو بفهمم. اگه نفهمم استراتژی درستی واسه اون آدم استفاده نمیکنه. آندر سرویس شد که عرض کمه تقاضا زیاده. آره برای اوور اون سرویس شد عرض زیاده تقاضا کمه و نان نان کانسومر کانسومر مثلا عرضه ای واسش نیست، هیچ عرضه ای نیست، هیچ سولوشن نیست که الان درد اونو دوا بکنه.
دیفرنشیت استراتژی رو گفت اونجاییه، دوباره برگردیم روی این کار رو داری بهتر انجام میدی و بیشتر هم داری هزینه میگیری. گفت این به درد کیا میخوره؟ این به درد highly underserved segment of customers. میگه اینا خیلی underserved. underserved ولی ناکانسیومر هم توی اینا توی چه نه، تو differentiated، دیواری توی differentiated میگه که اونهایی که میگه اونهایین که اصلا نیست واسه شون. فرض کن همین سرویس اسنپ رو میخواد توی یه محله که تعداد راننده خیلی کمه. میگه تو توی این نسبت به تقاضا 100 نفرن همین الان راید ریکوست میذارن، کلا 5 تا راننده توی اونجاست. میگه اینجا جاییه که تو میتونی قیمت رو به جای اینکه مثلا 20 تومن باشه 40 تومن بدی. چرا؟ گرونتر بدی. چرا؟ همون خدمت خوب است، خدمت خیلی عجیب غریب بالا یا خیلی عجیب غریب پایینی نیست، همون که میگفت که بهتر باشه، اون محصول خوب است. خب نه، همون محصول خوبه رو تو به جای اینکه با قیمت 20 تومن بدی و 15% سود عادی خودتو ببری، مثلا اینو بیا 40 تومن بده، 35 تومن بده، خیلی گرونم بده. حالا به خیلی گرون به عددهای خودش دیگه، به معیارهای خودش، ولی میتونی قشنگ گرونتر بدی. چرا میتونی این کارو بکنی؟ چون اینجا نیازه هست ولی هایلی آندرسروردن، بسیار بسیار ساپلای واسهشون کمه. تو میتونی بیا اینو حل بکنی با قیمت بالا. بحث انصاف چی؟ آفرین. بحث انصاف چی؟ بحث انصاف. آره این میشه مسئله‌ای که ما داریم، اینا خیلی ندارن. یه سوال دیگه، خب اگر ما مثلا قیمت رو ببریم بالا، ممکنه اون حواسمان آره اینو اصلا رد نمیشه. حرفت هم درسته. اتفاقا هم تو اسنپ تپسینه وقتی می اومدن یه ضریبی میزدن از همین نسبت عرض تقاضا تو مبدأ، بعد حالا اینا بیشتر دیولپ شد، مقصد هم در نظر بگیر و همین، وقتی میزنی اون اتفاق میفته خودش. تقاضای مثلا یهویی از 100 تا میبینن چرا قیمت ما همیشه اینو میرفتم 20 تومن چرا شد 35 تومن، یه خودش یه افتی پیدا میکنه، باز یه بالانسی میشه. خب ولی کماکان اگر وجود داشته باشد، مازاد عرضه‌ای مازاد تقاضایی وجود داشته باشد، کماکان همون داستانو داره. یا خب بالاخره اینجا کمه دیگه، الان وقتی کمه من باید پول بیشتری بپردازم. چون من اینه که میگی کلا خودم حسش کردم بابت اون قیمته. مثلا شهری بر ما بود و ساعت شما حساب کنیم 12:30 و از میدون انقلاب خواستیم بریم رودنه. مثلا اسنپ چند باشه خوبه؟ پارسال آره 400 تومن یک خورده ای 800,000 800 تومن. اصلا وحشتناک، تازه بدون کوله. یعنی اصلا اون پولی که اون روز دادم هیچ وقت عمرم یادم نمیاد. نه. This strategy result in a disproportionate share of profits and is the strategy pursued by many of the world's fastest growing and most profitable companies. چی؟ معنی لغویشو الان یادم نیست، هفته پیشم نگاش کردیم، اون باری هم که خوندم نگاه کرد. میگه اینجا جاییه که بیشترین سودا رو میبری. کلن توی این دوتا تیکه، توی این دوتا تیکه داری خیلی سود میبری، مارجینت بالاست دیگه. توی این دوتا داری چارج مور میکنی. اینم امروز میرسیم بهش تو. بعد میگی که اینان، ولی مسئلهش چی بود؟ پایینی تو صحبت میکنیم. پایینی هم گرونتره دیگه. حالا اینکه چه شرایطی پیش میاد گفتیم، اون موقع هر موقعی که طرف محدوده، اصلا گزینه نداره واسه استفاده کردن. چارج مور دیگه.
این سمت چارج موره چارج موره بیشتر داره پول گرونتر داری میدی. چون خواسته زیاد سرویس کم خاطر گرون. ببین کلا این دوتا جاهایی هن که داری گرونتر میدی. حالا داری گرونتر میدی. ما اینجا چی بود؟ اینی که داریم الان دیفرنشیت استراتژی صحبت میکنیم مال همون جاییه که تقاضا خیلی زیاده، عرضه خیلی کمه. اونجا تو میتونی اون چیزی که داری عرضه میکنی و گرونتر عرضه کنی. آره دیگه، ولی منطقی فکر کنی که انصافی نیست، منطقی هم نیست، ولی دیگه پول رو بدیم این کار رو. آره. ببین از یه جایی تو بیا فقط خود اسنپ رو نگاه کن. خب میگی که آقا من الان 10 نفرم در مقابل 1000 تا تقاضا، 10 تا راننده در مقابل 1000 تا تقاضا. اینجا میگم من گرونتر میبرم و از اون ور دقیقا نقطه مقابلش هم هست. وقتی 1000 تا راننده باشه و 10 تا تقاضا، آفرین، یعنی باید اونجا رقابت برای عرضه خیلی جدیه، مجبوره با پایین ترین قیمت هایی که میتونه بیاد و کار رو انجام بده. چی؟ آفرین. حالا واردات که زیاد میشه، هیچ محدودیتی واسش نباشه، روی قیمت و کیفیت خدمات پس از فروش همه اینا باید بیاد رقابت کردن. لیزینگ بهتون میدم، اقساطی بهتون میدم، فلان بهتون میدم، واسه این که بتونه بگیره. توی مثلا مارکتی که مثل مارکت مثلا بازار آزاد آمریکا یا مثلا این کشور عربی، قشنگ اتفاقی میفته واسه شون. حتی همون موقعی که خودمون توی ایران بازار آزاد بود، باز بود، با کمترین سود تجاری مجبور بودن بگیرن، بهترین خدمات پس از فروش رو بدن واسه این که بتونن آدما رو بگیرن، برند معتبر اروپایی، آمریکایی، ژاپنی بیارن واسه این که بتونن مشتری بگیرن. لیزینگای بلند مدت، اقساط. یه چیزی خوندم اونم راسته، یعنی گفت که شرکت تویوتا ماشیناشو اقساط خیلی بلند مدتی میفروشه. بعد یکی از دلایل اصلی که کیفیت ماشینش خیلی زیاده اینه که اون ماشینا رو به اقساط بلند مدت میفروشه. بعد آخر کار که اقساط تمام میشه جوریه که طرف به سطحه که ماشین رو بده به خود تویوتا، یه ماشین لیزینگ دیگه ازش میگیره. بعد تویوتا این ماشینا رو دوباره اوورهال میکنه و میفروشه مثلا به کشورهای جهان سوم. آره. میتونه یه جور دیگه هم باشه. تویوتا با کیفیت بالا تولید میکرده، بعد دیده یه همچین فرصتی واسش هست، یعنی داشته این کارو میکرده، اونور داشته توی کشورهایی مثلا الان امارات میاد تقسیط میکنه میفروشه، آمریکا داره لیزینگ میکنه، دیده ای من که دارم لیزینگ میکنم، ماشینم هم که کیفیت داره، چرا از این فرصت استفاده نکنم؟ همین فرصتیه گفتی برای اوورال که در باید کمترین هزینه رو بکنم. میگه دقیقا من که برای اوورهال کمترین هزینه میکنم. اون بر مطمئنم این آقایی که کمری 2015 خریده، سال 2020 من بیام ورژن جدید رو میدم، نه فیسلیف نه فلان، ورژن جدید رو میدم، میگه ببین برم کمری جدیده رو بگیرم. مشتری کمرین بوده، یعنی بازار رو واسه خودش هم داره تثبیت میکنه واسه ورژن‌های جدیدش. بعد ازش میگیرم ماشینو، اوورهالش میکنم، میبرم همون جایی که میگی، میرم کشور مثلا سطح پایین تری، پاکستان، اون تا هم برای صرف دقیقا. برای اینکه ماشین عمریه، یعنی ببین از اونجا شروع کرده، گفته من باید ماشین کم استهلاک درست کنم. ولی الان دنیا رفته سمتی که همه چی مصرفه. به هنوزم همین رو می‌خواستم بگم. الان مثلا همین بنزم موقعاتش مثلا ماشین میسازه 20 سال 30 سال کار میکرد برای اون فقط، ولی الان واقعا تو این بنزای جدید الان جوریه که واقعا قطعه مصرفی، یعنی فقط ما قطعه بفروشم، یعنی اینجا هم دوره من به درم باید باشیم این بنز که همیشه نداشتم، لوکس بودنش بود، ولی اینا ولی کیفیت قبلش دیگه نداره. بالاترین کیفیت تو دنیا مال تویوتا، خب تویوتا و لکس اونو هم الان ماشین جدیدش که داره میاد واقعا ماشین مصرفی، واقعا میگه وقتی که بازه بگذره دیگه نباید از این استفاده بکنی. چی؟ تویوتا و لکس یعنی دیگه در دنیا حالت مصرفی طور همه چی میشه. الان تویوتا یه لپتاپ مصرفی، کورولایی که مثلا تازه دارن اینا چینیه،
واقعا وقتی میشینیم داخل اصلا متریال ماشین کاملا مشخصه حالا متریال ام. به خوب مثل بنزی که میشستیم روی البته چپ که نمیدونم، یعنی نمیدونم مثلا اونی که تولید ژاپنشه هنوز یا تولید اون جایی که داره، چون این دوتایی که گفتی، کرولایی که FAW میزنه و مثلا لوینی که GAC داره توی چین تولید میکنه، واسه مارکت چین دارن میزنن. خب لیسانس تویوتا بر آره، ولی واسه مارکت چین دارن میزنن. من نمیدونم اونایی که واسه مارکت اینترنشنال دارن میزنن هم این افت کیفیت رو داشته یا نداشته، ولی اینی که داره میگی کلا این سطح کیفیت برای همشون یه پله اومده پایین، با وجود اینکه به قول خودت هنوز تویوتا و لکسس بالاترین مثلا سطح کیفیت رو دارن، کمترین خرابی رو دارن، بیشترین عمر و ماندگاری رو دارن، ولی مثلا اگه قبلا 15 سال بوده الان برای همشون یه اومده 7 سال مثلا میگم یه اینطوری اون دیسیش اومده پایین قشنگ. شما میگه من چرا اون مثلا 20 سال برای طرف کار کنه کمتر میسازم که کمتر کار کنه شاید بیشتر پول توش در بیاره. ببین اینم دو تا روی کرد داره، یعنی دو تا پوینت آف ویو میتونن داشته باشن واسه همینی که داری میگی. یه پوینت آف ویوش همینیه که گفتی، یه پوینت آف ویو دیگهش اینه یا آقا من الان ماشین میسازم، انقدر سرعت رشد، یعنی این شتابه مشتقش، رشد تکنولوژی انقدر بالا رفته، من ماشین میسازم خیلی هم خوبه، 30 سالم کرولا توی توییت هم خفن ترینش کرولا و رافور دیگه، شاسی بلندش رافور به لحاظ همین کم استهلاک بودن و عمر مثلا خیلی بالا و اینا. کرولا میگه من درست میکنم کرولا 2000 مثلا 2000 هم رو حتی 2030 2040 کار کنه. میگه 2030 ماشینا همه شدن برقی خودران، بعد این تکنولوژیش چیه؟ مثلا تهش اینه که آینش برقیه مثلا. یعنی ببین بستگی داره قشنگ و ببینی، یعنی باید ببینیم اونا با چه پوینت آف ویوی دارن به و شاید هم جفتش داشته باشن ها، یعنی بگه تکنولوژی که داره اینطوری پیشرفت میکنه، منم برای چی مثلا جنسمو اینطوری بکنم. حالا اگر اون روی کرده مصرفیه رو داشته باشن، تو احتمالاً یکم تو ماشین بگردی یه چیزاییشو میبینی که عمرش خیلی خوبه، یه چیزاییشو میبینی که عمرش بده. بعد اونی که عمرش پایینه احتمالاً همونیه که حدس میزنه تکنولوژی میاد عوضش میکنه. اونی که عمرش بالاست همونیه که میگه من وقتی پس گرفتم ازش میتونم بیام اینش سالم باشه، بعد فلان و فلانش هم استفاده کنم، عوض کنم، بروز کنم، بعد بدمش مثلا به یه کشور دیگه یا همونجا. دقیقا. ولی اومده یه برند لوکسی هم برام حساب داره لکسوس، اونا داره مثلا اونطوری با آپشنای خفن و جنسیس و این مثلا آره آکورا و هوندا این کارو کردن دیگه. اینا برای اینکه مارکت آمریکا رو بگیرن مجبور بودن اصلا قشنگ رفتن، آره، چون اونجا میخواستن با مرسدس رقابت کنن دیگه، بعد مثلا BMW، برای همین اونجا مجبور بودن که مثلا یه چیزی با کیفیت خیلی بالا اپشنای زیاد بزنن. برای ماشین کره و آلمانی بیشتر شده، چون من دیدم مثلا یه مرسدس که دست بانوی تبریک بود توی دبی این قطعه مثلا حالت پلاستیکی طور داره، این بنزین کلاسیک اولش پول میدی این پلاستیکی قطعه راحت از این میره. ولی مثلا ماشین آمریکایی دوج و چه میدونم شورلت اینا نه روز مثل اونا نشد، یعنی هنوز اون دیدگاه قدیمی که ماشین با 30-40 سال فیکس کار بکنه رو داره آمریکایی، ولی آلمانی و چنان کره و چینی ها خودش اینا هنوز نه گفتم با ماشین مصرف. ببین تو چینیا هم باز خیلی برند تا برند داره، یعنی تو مثلا این وایدی رو بخوایم مقایسه کنیم مثلا با آفرین. برند الکی زمین تا آسمون فرق بعد خود خانواده BYD دوباره مثلا یه سری برندهای لوکس داره، خود خانواده BYD، بعد مثلا اونا رو اصلا رو اونا اغواز نمیکنه، مثلا اونا رو اومده که یه مارکت خاصی رو بتونه باهاشون بگیره. خب پس این دیفرنشیت استراتژی بود که ازش میتونی سود خوب داری، ولی این درده رو که گفت در مورد فلان جا رفتن براش به جا میذاره تو این اکسپریانس. این کاربر میگه منو رسون به رودهن، ولی پدرم رو در آورد چقدر گرون گرفت، لامصب.
دوباره یادش اذیت شد. میگوین مثلا Nest, for example, a recent entrant into the home یه سوال بپرسم. thermostat market. یه سوال بابت همون افزایش قیمت یکی آقا میگه که تقاضا زیاده و پروداکتی که اون کالایی که تو میخوای به مثلا اون شخص بدی کم میشه همون صرفا ماشین و مسافر. خب شما میگی که آقا آره از دیدگاه اونا وقتی که این اتفاق تو با کالا رو گرونتر بدی که هم خودت یه سودی بکنی هم اون مشتریایی که میدونی مثلا واجب نیستن و حاضر نیستن این پول بدن حذف میشن. یعنی دو نوع رو کرده یکی صرفا بس کسب درآمد خودت که اون چه میگم اون بازار رو کمتر بکنی که اونایی که حقیقی اصلا واقعا براشون ممنون اون پول رو میدن برن. آره اینا میلادم همینو گفت وقتی تو قیمت میبری بالاتر تقاضا نمیریزه. آره میریزه. مثلا به قول مجبوری تو که بریزن. به قول تو اونهایی میمونن که دیگه خیلی این هایلی دیمنددن، واقعا نیاز دارن و حاضر میشه بابتشون پول رو بده. پیدا کرد مثل خودم خیلی گرم بود. دولت رو خیلی قضیه هستی. چیا؟ دولت چطور؟ دنیا قراره به لیبرالیسم اقتصادی نسیسترات نکنه اش جواب نده قانون چی خب اصطلاح دوم کنن. نسیستر میشه همون ارز و قفض. خب قبل مثلا این بوده که آقا دولت اشتغالات نکنه نسیستر میشه اینکه درست میگم دولت اشتغالات نکنه بازار اساس ارز و قفض رو تنظیم بشه. آره اون بازار آزاد ادعای بازار. ولی خودشون ندیدن اصلا نمیشه با دخالت. آره ببین دخالت این هم مال دنیا آره و دخالت هم از جنس مثلا رگولیشنه. خب چیو؟ اسنپ اوبر خب مثلا اوبر رو فیلتر کنه اسنپ بیاد دوبی اوبر رو فیلتر کنه کریم. اینا یه جنسشه که حالا مثلا چرا این کارو کرد مال چه میدونم خواهرش بود اون چیزا اینا، یعنی یه جنسش. یه جنس دیگهش میدونی مثلا چیه؟ اون جایی که میگه من اجازه نمیدم تو بیای و انحصار داشته باشی. همه قوانین ضد انحصار به خصوص تو اروپا که اومدن اخیرا هی میشنوید در مورد اپل در مورد فلان اپل باید اپ استورش الزامی نباشه، باید بتوانند اپ استورهای دیگر روی اپل نصب شوند. این قانون ضد انحصار اروپاه. آمریکا با این کاری نداشته. از جنس این رگولیشن ها میتونه کمک کنه که بازیگرهای جدید بیان. مثلا یه رگولیشنی که توی کره جنوبی هست اینه که تو اگر توی یه رقابتی تو با من رقیبیم، مثلا همین اسنپ و تپسی، خب رفت جلو و من تپسی برشکست شدم. دولت همین رگولیشن تو رو مجبور میکنه خودت شرکت تو دوتا کنی که بتونی ادامه بدی. وگرنه نمیذاره ادامه بدی. بعدش دو سایت باید رقیب باشن دیگه رقیب دوتا با چیز کاملا ماهیت تفکیک شده. دو تا طرف اقتصاد جون بکنه که رقابت رو ببره بعد دوباره بر همین نمیکنه این کارو. بر همین نمیاد یه کاری کنه که تو کامل حذف بشی. میگه بذار من اونم یه مارکت شری داشته باشه وگرنه مجبورم خودمو نصف کنم. آره دیگه داره دیگه داشته دیگه. الان ایس نه خب خشن مثلا تو نرخ تاکسی رو تاثیر گذاره. یعنی مثلا نرخ تاکسی چیه؟ اصلا میخوام معیدت و برم بالاتر. این شورا تامین مال همین وضعیت امنیتی هر شهر و ایناست. خب شورا تامین استان تهران به اسنپ و تپسی اوایل هفته های اول مهر شلوغ و اینا جمعیت خیلی بالا و رفت آمد، میگه حق ندارید سرویستون بخوابه.
سرویسشون بخوابه آشوبه. بیچاره کردم. دیدی یه حق نداری آقا، هر کاری میکنید سرویستون باید بالا باشه. خاطر اینکه خودشون میخوره اذیتشون میکنه. اون اذیت سر یه چیزای دیگه، یه جایی دیگه شورا تامین که اذیتشون نمیکنه. اونا با میگه یه چیزای دیگه یکی اذیت میکنه. خیلی خوب. خب پس یکی بشه ها خیلی بهتره. چرا باید خرجش به 2 تا بشه؟ ببین اون یه لحظه وایسا، داشتیم در مورد رگولیشن صحبت میکردیم و جنس رگولیشن چیه. گفتم رگولیشن توی جای مختلف شکل‌های مختلفی، مثلا تو کره جنوبی این شکلیه. خب خوبه بده اینو یه بار دیگه بس. قانون گذاری همین جنس که میگه آقا نمیاد، ببین نمیاد براتی بگی این کار بکن اون کار نکن این کار بکن، به صورت کلیه میگه آقا من انحصار میدونم مضره، به هیچ وجه نمیذارم انحصار به وجود بیاد. اگر شرکتی بود و رقیبی داشت، رقیب ورشکست شد و تموم شد، اعلام ورشکستگی کرد و دیگه خاتمه کار، اون شرکت موظفه که خودشو قسمت کنه و اینا کاملا هم جداش هم رقیب برای خودش درست کنه. ایران اجرا میشه نظرتون؟ نه این آیا در ایران قابل اجراست یه مسئله دیگه. آیا ما همچین قانونی داریم؟ اصلا نداریم. چیو میهن و دومینو دو تا داداش بودن دیگه، یه کسی قانون تقسیمشون نکرد. آره خودشون تقسیم کردن ولی اون همینطوری شد، با یه جایی با هم به اختلاف خوردن، دومینو جدا شد، گفت من میرم واسه خودم میزنم. اینجا اون مثال چیزا رو میزنه، میگه که رفت سراغ یک گروهی، این اگه یادتون بیاد اینا ترموستات تولید میکردن، نست اومد رقیب هانیبل و واید راجرز و اینا شد، گفت که رفت سراغ یک گروهی که نیاز خیلی خاصی داشتن و یه جنسی خیلی گرون هم بهشون فروخت. یعنی قیمت عادی اون جنسه مثلا $35 بود، این $250 میفروخت. عادی یعنی این مثلا ترموستات، میگی ترموستات دیگه، خب فضا این داشت یه نیاز خاصی رو از آنهایی که دنبال ترموستات بودن و هانیبل و واید راجرز برآورده نمی‌کردن، رفت برآورده کرد. ترموستات من این قابلیت رو داره، مثلا به اینترنت وصل بشه، مثلا ترموستاتای اونا مثلا به چه میدونم سیستم گرمایشی شوفاژ و فلان وصل نمی‌شده، این وصل میشه. مثلا اینا رو یه توضیح داده بود که کجا رو گرفته بود. توی کتاب مواردی رو خودم بهش بپردازیم که مطابق کشور خودمون بشه. اصلا این خیلی آرمانی طور در بعضی جا صحبت میکنه، یعنی اصلا بیایی تو ایران نگاه بکنیم نیست، پس برای چی اصلا نگاه کنیم؟ میدونم درستش درست اینه، متاسفانه کشور ما از یه قانونمند نیست. اگه بیایم منطقی آخه باشیم این ربطی به قانون نداره، این داره نه میگه که کلا مثال هایی که به ما نزدیکتر باشه و ملموس‌تر باشه آره برامون کلی گفتم خیلی بهتره. خب اینو منم میفهمم. مثلا همون چی؟ مثلا نه مثال. مفاهیم نه مثلا بس همین انحصار تو ایران نیست، قدرت سایت هیچ چی دیگه هم نیست هستن، ولی مثل اندازه اون قدرت و نفوذ ندارن. همون میهن و دومینو یه موارد دیگه، ولی که بگی نه تو انحصار نباید. الان همین اسنپ که جدیدن دوباره گفتم بس اسنپ بود که دوباره تفسیر بودم نباید مشکل داشته باشه، اون نباید با مشکل داشته باشه، حالا دارم میگن قانوناش بوده دیگه، اینا پیگیری حقوقی کردن امروز. همین بعد از خیلی وقت، چون من یادم خیلی این مسئله بود اصلا. قوانین ضد انحصاری که هست به اینجا رسوندتش. حالا اینم تازه جای تجدید نظر داره، ولی به اینجا رسوندتش. میگه آقا این که تو میری یه قرارداد میبندی با یک جایی به صورت انحصاری، این قرارداد درست نیست. همونم یه بار چندین سال پیش سراغ اسنپ رفته بودن و اون موقع اسنپ اجباری کرده بود برای مرچنتا، برای این وندورا، ساپلای ساید. خب الان بعد از اون موقع که یه بار رفته بودن سراغش، دیگه کردش یک قرارداد آپشنال. من قرارداد عمومی با تو اینه و تبلیغی هم برات نمی‌کنم، میای اینجا میفروشی انقدر درصد داره، سلام علیکم، خوبی سلامتش، خوش اومد، میای این قرارداد عمومی و انقدر هم درصد داره.
حالا یه آپشنی میذارم جلوت، اگر خواستی که من برات تبلیغ میکنم، مشتریات افزایش میدم، فلان میکنم، حالا ما قراردادمون این شکلی میشه، من ما به ازای این کاری که دارم برات میکنم اینو میخوام که با هیچ کس دیگه ای کار نکنی. اگر خواستی هم بری و با کس دیگری کار بکنی، هزینهش انقدر باید پرداخت بکنی. حالا این قراردادش، این نوع جدیدشه که آپشن کرده و طرف خودش انتخاب میکنه، این دیگه ربطی به اون انحصاره نداره. من که با همه انحصاری نبستم، ولی اولا بود. داره استفود در مورد انحصار الان داشتیم صحبت میکنیم و رگولیشن کلا چی کار میکنه، قانون گذار و اون قوانینی که میاد میذاره. حالا یه مثال رگولیشنی توی ایران همین مسئله استفود و ایناست که قوانین انحصار رو توی هیچ جای دیگه نباید باشه. اول این اجباری بود، اولش این اجباری بود. خب اولش که اومد که تو حق نداری هیچ جای دیگه باشه، اگه میخوایم باشه نه اصلا اولش اجباری بود. بعد دید که علیه شکایت کردن یه بار، اومد فرمتش عوض کرد، گفت این قرارداد عادی من اینه که تو میتونی هر جا باشی. خب اینجا که میفروشی بیای اینجا حضور داشته باشی، وقتی میفروشی باید مثلا درصد منو بدی. من یه قرارداد آپشنال هم میذارم جلوت، تو این چیکار میکنم؟ خیلی برات تبلیغ میکنم، مشتریات خیلی زیاد میکنم، همه دیگه بشناسنت ظرف یه بازی و فلان و همه این داستانا، خیلی چیزای مختلف رو تخفیف میذارم اینا. ولی دیگه نباید با کسی کار کنی. اگه اینو امضا کردی دیگه نباید با کسی کار بکنی، چون این به صورت آپشناله و دیفالت قضیه یعنی تنهایی نیست، یا خودش پذیرفته دیگه. اگرم خواستی بری بیرون این غرامت منه، باید بری. هزینه مارکتینگی که مثلا من کرد. این یکی خیلی سخته بتونن اون قانونای انحصاری چیزش کنن. ببین برای تویی که انحصار داری خوبه، ولی برای رشد کشور ببین یه لحظه یه چیزی مهمه، یک چیزی مهمه، چه انحصار باشد چه انحصار نباشد، خب اگر رویه این باشه که کیفیت خدماتی که ارائه میدیم پایینه، همه همین رویه رو داشته باشن، فرقی نمیکنه انحصار باشه یا نباشه. نه در صورت اتفاق میفته که همشون به یه جا بحث باشه. حالا یه لحظه صبر کن، نه حالا یه لحظه صبر کن، اینو من ریفریز کنم، اینی که الان گفتی و ریفریزش اینطوری میشه که اگر من خصوصی تو هم خصوصی میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم، میگیم مگه مریضیم مارجین مثلا 150% رو بدیم بره، تو هم میگی آره مریض نیستیم که مارجین 150% رو بدیم بره، میگیم خب پس همینطوری نگرش میداریم تا چیز بعدی بخواد بیاد. مثال واقعی ببین مثال واقعیش مثلا تو الان نگاه کن، مگه خودروسازی ما همش دولتیه؟ خصوصی میشه، کلی هم خصوصی هن. مدیران خودرو دولتیه، پرموتور دولتیه، همشون رفتن سراغ برنده در رده چند چینی که مارجین خودشون توی یه سقف خوبی باشه. همه بتونن بخرن. نه مارجین خودشون. این مسئله اینه، اون ماشین چند هزار دلاری میگی، 15,000 دلاری، 12,000 دلاری داری میاری، پس چرا این مثلا تیگو 8 پرو مکسه توی مثلا امارات 1 میلیارد بود، بعد اینجا داشت 2 میلیارد خورده میفروختش، بعد تو که الان داری قطعه وارد میکنی، اصلا به عنوان مالیات گمرکی که داری میدی، گمرک قطعه از چند درصده؟ 3 تا زیر 10. بعد پس چطوری داری بعد تازه مثلا یا کن الان به عدد الان با دلار 30 و چند تومنه، توی مثلا دلار 80 تومانی، با دلار 30 و چند تومانی بود، بعد الان شده دلار 60 خورده ای.
یعنی با اون دلار قبلیه مالیاتت هم که گمرک ورودیت هم که زیر 10%. میدونی منظورمو؟ وقتی میشینن دور هم دیگه میگن آقا این سفره به چربی برای چی جمعش کنیم؟ میتونه این اتفاق بیفته. دقیقا مسئله اینه که تو انحصار از سمت دولت ها، انحصار یا عدم انحصار نیست که باعث میشه این اتفاق نیفته. اون چیزی که باعث میشه این اتفاق نیفته همون بازیگرا و تصمیمشونه چی این رو میتونه. شما لفظ انحصار وقتی میاد حالا کلمش چی میشه، میاد یه ائتلافی تشکیل میشه، کلمه انحصار از بین نمیره. اون انحصار زیر مجموعه اون ائتلافه. 4 تا اومدن دور هم نشستن گفتن که خیلی خوب بیاد ما انحصار خودمون رو بسازیم. اون مال شخص بوده الان شده مال خودشون. به هر حال دارن بازی‌ها برای خودشون ببندن. بذار یه سمت دیگه بهت دولت بگم. کد میتونه ورود کنه توی این مسئله. دولت خودش میشه ائتلاف. یه بخشیشون بود. حالا وایسا اینطوری بهت بگم. رفیق من میخواست ماشین بریلیانسی داشت. میخواست این ماشین بریلیانسش رو بفروشه. توی دیوار گذاشت و آگهیش کرد. یکی سریع بهش پیام داد که اینجا بریلیانس میخوای بفروشی فقط از طریق گروه فلان تلگرامی ها. بعد گفت من یه مصرف خودم یه نفرم، مثلا من نه دلالم نه بیزنسم اینه. ماشین خودم میخوام ماشین خودم بفروشم. با این قیمت نمیتونی بفروشی، قیمتو داری خراب میکنی. به این نه دولته نه هیچ چیز دیگه ای. یه مش فروشنده ای که توی دیوار روی بریلیانس چنبره زدن. هر کی هم میاد تو بعد شروع کنن ریپورت که اگه ببینه که داره مخالفش عمل میکنن آگهی رو ریپورت میکنن، دست جمعی آگهی رو میفرسته. 400 نفرن مثلا تو اون گروه خودشون، بعد میزنه که رفقا این آگهی رو ریپورتش کنید. چه دیوار میبند؟ چی؟ ریپورت عمومیه. بعد بره بررسی کنه. مگه روزی چند تا ریپورت داره که بررسی نکنه؟ خیلی زیاده. روزی 600,000 تا آگهی جدیده فقط. میدونم کش میگم. نه نمیگم کشکیه. مثلا من بیام بات بزنم ریپورت کنم ببرم. باتا رو سعی میکنن شناسایی بکنن. ولی مگه آقا ریپورت هایی که دیوار کشکیه، ریپورت هایی که اینستاگرام و اینا میکردن چی بود؟ یه پیجی بند میشد. جمعیت میریختن سرش دیگه. قضیهش فرق با اون چه میدونم اینستا خیلی ضوابط اجتماعی یا اینا هم داره. مثلا یه بات وجود داشته باشه مثلا میاد ریپورت رو همون میزنه اکانت طرف درجا بند مثلا چه میدونم کپی رایت چیزی. خب ولی اینم خب رو همین باگاست دیگه. مثلا میان همشون یه دونه یه بنشو میزنن. آگهی فیک، ما زنگ زدیم این فیک بوده. فیک ببین دیوارم کشف کنی الان مثلا 2 سال بیشتر یه نفر آگهی یه بخش لوست دیوارا مختلف بود. آفرین. الان تازه مثلا دیرو پریزا شکایت مثلا داد داشت همون شده ازش غنیمت گرفتن 1,600,000,000 اینجورا غرامت گرفت. درسته. ولی اون طرف لوستش حالا این اصلا از بحثمون هم خارج شد. بگم بازم اسمش اونا هم 400 نفر هم یه انحصاری به خودشون ایجاد کرد. آره میخوام بگم که با رگولیشن، یعنی میخوام معنای انحصاره رو بفهمیم. با رگولیشن این که من بین این دو نفر گذاشتم یا نه بین این دو نفر نیست بازه، این انحصار رو تعریف نمیکنه. انحصار توی همینی که داریم میگیم تعریف میشه. اگر همه بازیگرها و هر کس جدیدی هم که وارد بشه بره توی بازی همونا، کسی نتونه طور متفاوتی بازی کنه. حالا یا با قانونی که تو داری میذاری یا نه بازیگرها اینو بهت فورس میکنن. بازیگرهای پس فعلی. این گذاره به هر حال نقض نمیشه که انحصار جلوی پیشرفت رو میگیره. آره من دوباره بیام دارم تاکید میکنم روی تعریف اون انحصاره. بعد حالا بیا این بر نگاه کن. میگه که یه کسیه مثل اپل استیو جابز.
اون بیش از هر چیزی روی کیفیت خروجی خودش حساس، ابسسه که من باید مشکل کاربرم رو حل بکنم. دنبال پول نیست. اینو دقت کن. این آدم اگر انحصار داشته باشه اصلا بد نیست، چون داره همه دغدغش حل کردن مشکل کاربرشه. یکی میاد بهتره، من با اینکه دغدغشه بهتره من حل میکنم، من خود چی میگم آفرین. حالا دوباره همینه که انحصار بده. حالا نه نکن. مسئلهش اینه که تا اون موقعی که این آدم تنها بازیگر بوده، اون سگمنت انحصار داشته. این اوکی، ولی در بهترین حد خودش پیشرفت کرده. خب یه چی میگن، یه چیز کیفیه، نمیشه بهش بگن که خیلی خوب این الان در عالی ترین سطحشه. شاید اگر آقای ایکسی میومد جا همیشه بهترش استیو جابز بود خیلی بهتر رشد میداد. همیشه بهترش هم میتونه باشه دیگه. یه چیزی که در نهایت نیست. رشد نشده، اینو میتونیم بگم. آره ببین، دوباره یه چیزی رو دوباره تو تعریف باز بکنم، یعنی به یه شکل دیگه بگم. مسئله اینه که اون انحصاره داره از کجا میاد و چی رو نتیجه میده. اگه انحصاره از این بیاد که من بهترین کیفیت رو دارم میدم، خب نسبت به همه آدم هایی که دور و برمن، و هیچ کسی دیگه نمیره گزینه‌های بی و سی و دی و ام بگیره، همه دارن یک میگیرن، اکوایر میکنن برای اینکه بهترین کیفیت رو ولی داده. با حق انتخاب. چی؟ ولی با حق انتخاب. آره با حق انتخاب هست. اصلا همه میگن آقا چیز غیر از این معنا نداره. همینی که داشتیم در مورد ماشین صحبت میکردیم، میاد 4 تا ماشین مثلا $20,000 میذارن جلوت، بعد میگی من دیوونم که مثلا غیر از تویوتا انتخاب بکنم واسه کارم. والد بخواد انتخاب بکنه فقط هایلوکس فرقی داره. میگه اصلا مگه من دیوونم برم والد دیگه ای بردارم؟ همه هم تو یک کلاسن، مثلا قیمتی یک کلاس، مثلا بدنه ای فلان اینا. ها این توییتر انحصار داره. مارکت به صورت اسمش انحصار نیست. نکن. انحصار یعنی کاری که اسنپ کرده، تو با کسی جز من حق قرارداد نداری. ولی توییتر نگفته تو کسی جز من هم میتونی ماشین بخری. اینقدر کیفیتش خوب بود اومده خریدن. این اسمش انحصار. بعدش میره اونا میشه بعدش. ببین انحصاره از حصار میاد دیگه، یعنی یه چیزی که دورت میکشی. موت همینه، موتی که مثلا بحثشو میکنیم همینه. یعنی تو با آن نتورک افکتی که به خصوص با آن نتورک افکتی که درست میکنی که اصلا کسی نمیتونه وارد اینجا بشه. ولی مسئله اینه که تو داری یک ولیوی رو میدی. اگه کسی بیاد ولیوی خیلی بهتری بده، شروع میکنن کاربرا به سمتش رفتن. اتفاقی که بلکبری به بعد افتاد، بعد بلکبری افتاد همین بود، چون ولیو خیلی بالاتری بود ول کردم بلکبری و اونم با کله خورد زمین. دارم من اونجایی که دارم در مورد توییت هم میگم اینه، همون کیفیت بالا بهش انحصار میده. میگه اصلا آدم‌ها دیگه نمیرن سراغ حسره اینطوریه که بسته اون مارکتو، اون سگمنتو بسته. دست کسی نبست. دست کیفیتش به یه چیزی دقت کن، یه لحظه به یه چیزی دقت الان کن. راجع به تعریف هم از کلمه صحبت بوده. نه یه لحظه به یه چیزی دقت کن. ببین من گفتم که این مهمه که این انحصاره از کجا داره نشأت میگیره و نتیجهش چی میشه. یه نکته خیلی مهم اینی که تو نباید اجازه این به رگولیشن برمیگرده، قانونگذار نباید اجازه ورود بازیگر جدید رو بگیری. همه این چیزهایی هم که در مورد قوانین ثبت شرکت فلان و همه اینا مجوزهای لازم برای ورود و اینا دارن صحبت میکنن، میگن آقا تو اینا رو به عنوان رگولاتور باید حداقل بکنی برای اینکه هر کسی میخواد وارد این بازی بشه بتونه سریع وارد بشه. مگه اینکه مثلا میگم یه چیز پزشکیه و باید یک استاندارد بهداشتی رو رعایت بکنه به خاطر جون طرف، بعد میگه خب آقا دیگه اینو باید داشته باشی دیگه وگرنه جون طرفت مثلا خب. ولی اینکه بعد بری فلان، حتی میتونی باید قانون زدایی بکنی، هی قانونا رو کم بکنی برسه به حداقل قضیه.
این اون یکی از جاییه که میگه منشأش کجاست. خب اگه منشأ توی این چیزا باشه میگه آقا این به درد نمیخوره، تو داری یک انحصاری و مخرب ایجاد میکنی. اما اگه توی اون جایی باشه که داره به خاطر کیفیت بالاش مانع حضور هر کس دیگری در این مارکت میشه، اسمش مارکت شیر بالا نه. باش شما اینو بگو. ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ در مورد اون حصر، در مورد دیواری که میکشه و کس دیگه ای نمیتونه بیاد داخلش. دیوار یک بار با قانون گذاشته میشه، یه بار دیگه میاد با چی؟ با کیفیت خیلی بالا، با قیمت خیلی پایین. هیچ کس دوباره نمیتونه وارد اون مارکت بشه. کیفیت انحصار میکنه. این کل ماجرا روی مارکت دیگه. من چی بگم، این بودم تکمیل کننده همه چی. حالا انحصار دو نوع معنی داره، یه انحصار مثبت، یه انحصار منفی. منفی میشه آقا بگم آقا اسم اگه بخوام با قرارداد ببندی دیگه حق نداری با بقیه مثلا قرارداد داشته باشی، میشه منفی. یعنی آقا فقط من. خب مورد مثبت چی میشه؟ بس همون کیفیت. میگه آقا یه شرکتی مثل تویوتا کار به کسی هم نداره، میگه آقا از هر کسی می‌خوای ماشین بخر. خب ولی انقدر کیفیت ماشین هاشون میبره بالا که تو دیدگاه و ذهن مردم یه انحصاری از یه کیفیت تعریف میشه تو بازه زمانی خودش. میگه آقا اگر من همچین ماشین میخوام، میره توی حساب میگه فقط تویوتا، اصلا فقط تویوتا میخرم. میتونه جای دیگه هم بخره ولی چون انحصار ذهنی اون از کیفیت تویوتا از اون میخره. بله آقا چند سال دیگه میذاره یه شکل دیگه مثلا بنز یه انحصار بالاتری تو ذهن اون مشتری میگه آقا بالایی رو میخوای بنزه، اگه یه کم کمتر میخوای تویوتا. پس میفهمی اون بالا فقط بنزه، پایینی فقط تویوتا. اینا خوبه و اینا بد نیست و این انحصار هی در طول زمان به مراتب بالاتری میشه و مال پیشرفت کسی هم نمیشه. این میشه انحصار مثبت. نه خب سطح توقع هم نوعی، خب سطح توقع برای هر شخص، یعنی میگه آقا تهش همینه دیگه. خب تهش همینه میگه نوعی حساب از ذهن اون شخص. الان اگه آقا سجاد اینجا بودن خیلی کمک میکنن. الان بحث اینه که تو به اخلاق غایتگرا اعتقاد داشته باشی یا نداشته باشی. کلمات به ذات معنیشون مثبت منفیشون ثابته، نسبی نیست. انحصاری یا بد است یا خوب است، دروغ یا بد است یا خوب. نه دو تا چیز با هم قاطی شد. نه بس ولش کن. ولی ما رفتیم به صورت بدبختی فیلتر شکن است که بازم تو تلگرامه. یعنی خیلی مثلا تلگرامه باید اونم انحصار کیفیت هست. میگه این فیلتر نیست، ایرانی هم هست. میگه آقا سرعتش کم، من برم تلگرام حاضرم پروکسی هم وصل میکنم طولم ولی بازم تلگرام استفاده کنم. یعنی تو ذهن من تلگرام علاوه کیفیت انحصار کیفیت من چطور بگم یه دونه نگید انحصار بگید اشتباه ما. بعدش صحبت حالا بگذاریم ادامه این بحث. فوش بخوریم پشت ویدیو میگه اینا کی هستن. نه تمام میشیم بابا. میگه این دیفرنشیت استراتژیه که میتونه به شرکت ها سود بالا بده، مثل همین نستی که صحبتشو کرد. تازه وارد شده بود ولی چون رفت یک مشکلی رو حل کرد که بقیه حل نمی کردن، محصولش رو همون گروه که الزاماً هم جمعیتشون زیاد نیست، همون گروه خریدن ازش، محصولی که عادی $35 بود از این می‌خریدن $250. این باعث میشه که یه سود خیلی بالایی توی شروع کارش مثلا دستش برسه. یعنی دوباره بگیم داره میره یک نیازی رو برطرف میکنه که بقیه برطرف نمیکنن، به خاطر اینه که میان یه عده‌ای میان سراغش که اون هایلی دیمنددن توی اون نیازه. به همه نمیخوان از انقلاب برن رو دهن، ولی اگه تو اومدی اون سرویس رو تونستی بدی، مثلا 2% اوردر اون راید ریکوست هایی که داره واسه میاد توی اون روز این تیپی هم تو گرفتیشون، سودش هم بردی. اما اگه همچی چیزی نداشته باشی یا میزنه ایشون میزنه از انقلاب به رودهن، قیمت میاد 170 تومن، راننده میگه من خرم پاشم تو این گرما از اینجا برم تو واسه 170 تومن. ولی این 170 تومن کسی اگه به این پول نیاز داشته باشه میره.
آره ولی میگه من تو همین شهر یه نیم ساعت 4 تا سرویس پشت سر هم میرم، همین 170 تومن رو میدم دیگه، تا رودهنم نمیرم. خب این زمانی درسته که قیمت تو اون شهرم متناسب با تا بوده باشه. مثلا چقدر بوده مثلا دانشگاه قاعدتا اصل شده 700. کلی میگم برای زور نه یه لحظه صبر کن. کلی 170 تومن دیگه ها، میگی برا منه رو مسافر 170 تومن خیلی خوبه. من میگم این مثلا قیمتشه. یا آقا من الان 4 تا سفر 40 تومنی برم توی همین شهر، ظرف مثلا 4 تا 20 دقیقه این پول به دست میارم، 40 تومنه دیگه، اون 170 تومن ها. بعد به این میخواد اینو بگیریم کن، اینو برگردیم میگه اگر تو سرویسی داشته باشی که اون نیاز هایلی دیمنده رو برآورده بکنی، میتونی گین پولیش هم ببری. یا آقا من این دارم به تو این ویژگی رو میدم تو این بازه زمانی باید هزینه‌اش هم بگیری. آره مثلا این سویلره که گفت که وقتی که رستوران هم میاد سفارش از طریق ما میمد و هی دیر غذا رو میدن، غذا رو سرد میدادن و مشتری برای گفت مامان یکی حرکتی که زده از رفت رو خیلی اون تو اون بازه زمان میشه تو به پیک اونجا میگه هی برو رو اصلا رستورانیه هی برو غذا منو بده میخوام برم و نور با یه حرکت غذا زود میگرفته به داغ میگرفته یه اصلا این باعث شد که دیگه خیلی دیگه از کارونه میگه سمت ما چون مثلا غذا داغ داشتی میدادی. بعد همین میاد حالا روی دامیننت استراتژی اینجا چی بود؟ هم داره با کیفیت بالاتر میده، هم قیمت ارزونتر. این ادعاش این بود که all type of customers رو من اینطوری میگیرم. A dominant strategy is always the most appealing approach for a new marketing trend to take because incumbent cannot defend against it. میگه آقا بازیگرای فعلی نمیتونن وضعیت خودشون رو خیلی تغییر بدن، همونی که هستن. چی؟ بگو. بستر این بود که کسایی که الان توی بازار هستن، چون که مثلا احتمالاً که مثلا یه سازمانی دارن و اینجور چیزا، خیلی چی میگن اینرسی مثلا زیادی دارن، یعنی تغییر دادن براشون خیلی سخته، چون مثلا به اون سوده شاید ضربه بخوره یا خیلی باید یه سری مراتب سازمان یا طی کنه. و حالا ما که میتونیم سری وارد بازی بشیم خیلی، چون خودمون هستیم و خودمون خیلی سریعتر میتونیم با تغییرات سازگار بشیم و اونا رو بزنیم. دیجیکالا که حوالش داره من از که مثلا گفتم 300 تا 500 نفر اخراج که تعطیل نمیشه. گفته ما رو فرهنگ سازو میکنه بس چند تا مثلا برنامه نه ربطی به صحبت این نداشت. گفته کسایی که الان سازمانی که باز هستن تعلیمشون سخته. با سخته. من فکر کردی مثلا 500 نفر تعدیل نیرو بکنی اتفاق کوچیکیه، تو سازمان اصلا دیگه سخته ولی بازم ممکن. مگه غیر ممکن بودنشو گفت. اینرسی دارن یعنی چی؟ سخته و اینرسی دارن یعنی اینکه میتونه این کار بکنه، امکانشو کسی بحث نکرده، زمانش اون موقعی که میتونه نکن. یه مسئله خیلی روشن، دیجیکالا از کی رفت سراغ دست دو فروختن؟ چند ساله؟ از سال 1400 این میخواسته با پیندو و فلان چی بود، با اون میخواست پیندو میخواست بفروشه، دست دو فروشی اوپن باکس چند بار رفته سراغش، هنوز نتونست. چقدر میفروشه؟ نوش نمیفروشه. خب بعد از چند سال؟ 6 سال. خب 5 سال. میخوام چی این مسئله است. ولی تو یه استارتاپ میزدی توی حوزه دست دو فروختن. حالا آره و دیوار قشنگ توی همین مسئله اومد و رشد کرد رفت جلو به عنوان یه چیز کوچیک. به این مسئله دوباره پوینت رو بگیر. میگه اینترپرایزا، گنده ها
تغییرات توشون خیلی کندتر و سختتر اتفاق میفته. حالا تو به عنوان یه بازیگر جدید استراتژی رشد میخوای بچینی، برو پیدا بکن، با کیفیت بالاتر بده، قیمت پایینتر، تا اون بخواد پیدا بکنه من چه تغییراتی تو خودم باید بدم تا به اون برسم. کلی طول میکشه. آقا مگه اسنپ و تپسی سفر بین شهری راه ننداختن الان؟ مگه کسی گفت نمیتونستن راه بندازن؟ چقدر طول کشید؟ ماکسیم زودتر از اونا راه انداختش. دید نمیتونه تو شهر بیاد مارکت شیری بگیره، گفت ول کرد اصلا رفت کلا بین شهری. بعد از مدتی اینا تونستن بیان این تغییرات رو بدن که اونو تو اونجا راه بندازن. الان استیتمنتی که ما داریم میگیم برات روشنه؟ نه یه لحظه، استیتمنتی که ما داریم میگیم الان برات روشنه؟ خب با کجاش مخالفی؟ مثال همگیره دیجیکال آموز همگیره که داره کار میگه کار این رو میشه. اگر بخواد دست دوم بکنه نباید میخواد دوباره تغییرش بده. این برای دیجیکال داره مختلف. نباید میتونه آقا استراتژی گروهی که داره این حساب رو بیاره. بیاره باید در چه حالی دیجیکال بده. آفرین. این رو کاغذ اصلا چیز غیر ممکنی نیست، ولی داریم میگیم اینترپرایزا به خاطر ساختار دوچار همین مشکل هستن. هر تغییری که میخوان بدن بسیار براشون هم هزینه داره، مالی، اعتباری و همینطور هزینه عملیاتی و زمانی. و این مشکل بزرگ کلن ارگانیزیشن هایرارکیه. هر تغییری که میخواد بده دوباره باید هایرارکیشو تغییر بده، توی سازمانش یه چیزی جدیدی اضافه بکنه، برای اون دوباره یه هایرارکی بسازه. بله این میگه که توی که هنوز تو پله‌های اولی حالا جوری بشه که این تغییرات چون برای تو آسونه بتونه انجام بده. من اینو میگه که تو همون اول میتونی بری مارکت رو آنالیز بکنی، جایی رو بری بگیری که کیفیت بالاتر بدی با قیمت کمتر. آفرین. و اینجا همه جور مشتری میتونی بگیری، آندر سرو، اوور سرو. دیجیکالا زمانی که به وجود اومده همین کار رو انجام بده، رفته مارکت رو آنالیز کرده، گفته من اگه کالای آنلاین بفروشم حالا مثلا نو بوده موفق میشم. دیوار رفته مارکت رو آنالیز کرده، تو اون زمان این برند لیستینگ وجود ندارد، من لیستینگ میتونم بدم. خب اونا تو بازه زمانی که خودشون طلا موفق، چرا با کار دیگه دوباره بکنن که چه پول بیشتری در میارن که مارکت شیر بزرگتری بگیره. الان یه مارکت دیگری هست و تو هیچ کاری نداری در موردش. چه الزامیه که حتما مواردی دیگه تو هم استارتاپ خودشون باشه، چرا نباید جدا بشه؟ اینو الان که نفهمیدم چی گفتی، ولی اینی که الان میگم گوش بده. یه موبایل نو چند بار فروخته میشه؟ نو. یه موبایل دست دو چند بار میتونه فروخته بشه؟ برای همین مارکتی که اندازه مارکت نو هر عددی هست تو همون رو ضرب چند بکن، یه مقدارش میریزه به خاطر اینکه از بین میره. مثلا همون نوعی که دست منه دیگه صفحش میشکنی یا فلان میشه دیگه از بین میره، ولی ضرب چندش بکن. مارکت شیر، مارکت سایز، عبارت مارکت سایز موبایل دست دو. حالا دیجیکالا میاد نو رو کلا بازار نو رو میگیره، میگه من برای چی توی دست دو نتونم اینجا خرید و فروش بشه و کمیسیون خودمو بگیرم. ما اصلا من کسی دوباره منکر اینه، یا آقا من دارم یه مارکت سایز دیگری رو از دست میدم. خب اوکی پس نباید دوست قاطی کنه دست من رو نباید دیجیکالا باید این جدا کنه. این که چه جوری باید بزنه اونها هم به همین رسیدن، گفتن پیندو. اولش رسیده بودن اوپن باکس، من الان یه شاخه جدای اوپن باکس دارم میفروشم. بعدش اومدن گفتم پیندو دارم میفروشم، توی پیندو اینا رو میتونی بخری. خب این که توی سولوشنه. مسئله اینه که میخواد بره سمتش ولی خیلی طول میکشد، اینرسی دارد. باشه اصلا پوینت جای دیه. وقتی من چه میدونم مثلا میگم وقتی به من یه شرکتیه که الان
تعداد آگهی های وایت بیکس استخدام کردنش فقط از حد من بیشتره. خب بعد فردا مثلا کرسری بیاد، من سری تام میرم سمتش. همین الان همین مثالی که زد، تازه در مورد فوجی و اینا هم هست، همین مثالی که زد، اداپت کردن این سرویس های ای آی واسه دیولپمنت، تو فکر کردی توی همه شرکت ها الان شرکت های گنده خیلی اینقدر سریعه؟ من فقط در مورد دیوار شنیدم که به صورت خیلی جدی به کلا انجینیراش گفته دیگه شما سافر انجینیرید. تی شیپ، من فرانت اند دیولپرم، من بک اند دیولپرم، اینا نداره. همه اینطوری اداپت کردن. از کجا میاد تغییر تو محصول؟ همونایی که این منتالیتی رو دارن دیگه. ما توی دیوار یه دونه بیعانه رو میخواستیم اضافه کنیم، گفتیم سال 1999 پاییز 999 بود، گفتیم اولین چیزی که اضافه کنیم بیعانه باشه. وسطای 1400 MVPش اومد برای تعداد معدودی، سریع هم ورش داشتن. 1401 قراردادا رو بستن و اووردنش بالا و بعد دوباره هم بستنش دوباره. حوصله‌شون سر. حالا این مسئله دیگه عوض شده. کلا اون منتالیتی خیلی تغییر کرد تو دیوار که رسیده به این نقطه. یه چیز دیگه ای که بابا تو همین فضا مارکت گوشی موبایل دست کی بود تا سال 1000 مثلا به عدد خودمون تا مثلا 90 تا 90 دست کی بود؟ دست نوکیا بود با سیمبیانش، و بعدش سامسونگ مثلا اومده بود و توشو مثلا اونم داشت یه کاری می‌کرد. سونی اریکسون بود با نوکیا، اصلش سونی اریکسون و نوکیا بودن، روی سیمبیان داشتن میرفتن جلو. کمپانیای اینترپرایز کندن واسه این که تغییر بدن خودشونو. بعد یهو یه آیفونی میاد با چه روی کردی اومد؟ آقا من iOS رو میارم که بیاد کلی مشکلی که الان برآورده نمیشه رو برآورده کنه. دوربین آنالوگ دست کی بود؟ فوجی. همه فیلم هم فوجی میزد. با چه کیفیتی، اصلا کیفیت فیلمی که فوجی میزد با هیچ چیز دیگه قابل مقایسه نبود. عکسایی که میگرفتی همه میرفتن میگفتن فیلم، فقط فیلم فوجی به من بده، میندازم روی دوربین و فلان و اینا. با چی شد یهو نیکون و کنان اومدن کلا مارکت دوربین الان دست ایناست؟ دیجیتال و اینا گرفتن. آقا ما میتونیم بیایم و دوربین دیجیتال تولید کنیم، ولی اون کند بود فوجی واسه این که بخواد این تغییر رو بده. بعد از کلی الان تو میتونی بری دوربین های دیجیتال فوجی هم بخری. اون مارکتچر در حالی که اگه خودش پیش قدم بود توی اون مارکتچر، همه میرفتن آقا من تا الان دوربینم فوجی گرفتم، دیجیتالش هم میرم از فوجی میگیرم. حالا این یه مسئله دیگه است. نه اینکه چرا اینقدر سختشونه یه مسئله دیگه است دیگه. خیلی خلاصش به خاطر اینکه ارگانیزیشن هایرارکیه، تصمیم ها سریع نیست، اتونومی، استقلال چه در تصمیم گیری چه در پیاده سازی وجود نداره توی ابعاد کوچیک. میره اونی که اتونومی داره میره پیداش میکنه انجامش میده، همینی که داره میگه.
همین میگم خب چرا مثلا یه چیزی مثل فوجی خلق نداره میدونست آفرین. روز الان اون موقع میدونی درآمدش همون موقع روزانه چقدر، سالانه چقدر بوده؟ برو عدد رو مثلا نگاه کن. مارکت دستش بود دیگه کامل، مارکت دوربین کامل دست فوجی بود. برو عدد رو نگاه کن ببین اون موقع چقدر درآمد داشت. اصلا درآمد زیاد آدم نمی‌دونه. تصمیم میگیره مخدر ذهنه. اصلا خیلی آره میشه هم حرفه که شما خیلی همیشه برنده خب ام. یه بار از آلونسو دن بهش بعد فیلمش نگه میده آلونسو قشنگ داره پشت سر شما خیلی بعدش مثل با تمام شد بهش گفتن که با اگر شما خیلی توربوز هم بگیره خود جفتتون مرده بود توی مسابقه گفت من مطمئنم شما خیلی توربوز میگیره چون برای خودش کسی نه گفت چیزی برای از دست دادن فعلا گفت سیر بهتی برای خانواده داره قرار نیست توی این پیش توربوزه گاز بده و خیلی شرکت هم که مثلا توربوز داره میگیره البته یه چیزی برای از دست دادن آفرین. یهو من الان درآمد روزانه فلان قد دارم، تو اومدی به من میگی که بیا مثلا فلان بیزنس لاین را بنداز. من دیوانه الان مشتری اینقدر مشتری فعلی دارم. یه چیزی هم که این طرف باشه سرمایه‌گذار هم زیاد دوست داره درسته قبل داره همین سرمایه‌گذار زیاد دوست داشتن آره میترسن. میگه آقا من الان اومدم مثلا اینقدر میلیارد فرض کن یه چیزی مثلا گنده یعنی شرکت میگه اینقدر میلیارد، مثلا من اومدم اینجا 400 میلیارد 500 میلیارد هر عددی اومدم اینجا سرمایه گذاری کردم رو تو، بعد سود آخر سال من میخوای چیکار کنی با این کارات؟ همونطوری که مثل کپس داشت خواست تعریفش آن بهتر بزنه کد نگرسش چرا؟ چون ریسکش رو دوست داشت حالا بحث این گوگل از اگر این قدرت ریسک رو انجام داده میتونست اولین بار اون یکی تلفن بزنه اون را دیگه چند جیپی اینقدر برای چه اوپن بعد بله ولی جرأت نمی‌کنه. وقتی که میدونی همچین احتمالی وجود داره که آقای ایکس بیاد بهتر است و بزنه خودت بهترش کار کنی به اینقدر ضرر کنی برش الان سود داری مثل اینکه خودت چرا باطل مدیر عامل گوگل کیه الان؟ اون سیاه پوست سگ. هندیه. ما همه چیه و ازش بپرس دیگه، برو ازش بپرس. بیا به ما هم بگو. اگر ازش بپرسیم بگه هیچ وقت آن تجربه برای کرده خود یادگیری خیلی مهمه خود یادگیری یعنی احساس بکنی همه چیزایی که یاد گرفتی الان غلطه شما الان تو ذهن خودت همینجوری نیست الان بازم نمی‌پذیره سنی که بگم خود یادگیری میکنم خیلی از کمپانی اینجوری بوده الان شما رکبه رو بسازید آیت نظر ایکس همین بود من بهش گفتم دیگه کیبورد فایل درجه بسازش گفتم آه مثلا نمی‌پذیرم آره یکیش کیبورد، یکی دیگه‌ش این بود دیتا فقط واسه ایمیل. اولین کمپانی بود که دیتا رو روی موبایل داشت. بهش گفتم آقا بقیه کارهایی که با دیتا بکنی نه، دیتا فقط واسه ایمیل. آره برمیگرد زنگ خواست. شما دیجیکال رو مثال بزنید دقیقا هر شکل جرأت این رو ریسک یا با کار زنی اصلا نه. بحث کمی نیست شما یه پیدا ساختی میخوای حتی دیگه رو جابجا کنی کلی میشینی فکر میکنی که آدرسی که هر ضرب داره خیلی شخص مردم وقتی آقا وقتی خیلی محتاط کردن وقتی که هیچ برای نگرشته باشن حالا مسئله اینه که چطوری میتونی این رو همیشه تو خودت زنده نگه داری. من دلش میکنه این خیلی نکته بس ایلان ماسک بهترین اول چی؟ کلا که توی ممکن یک از آن که توی ایران داره کلا میشه میگه که همه کمپانی‌ها در هم بررسی می‌کنید باید دنبال کنید سرمایه‌گذاری از امروز می‌کنید که می‌تونید هر کمپانی رو بهترش کنید یه بخشش خراب کردن بهتر ساختن، یه بخشش اینه که تو یه راه دیگه اینه که تو همیشه یک جایی برای اینویشن داشته باشی و بتونی به اونها برای اون سرمایه گذاری کنی روشون و اونها بیان همونا بزرگ میشن شرکت قبلی رو میبلعن. اینو بعدن یه بار مفصل صحبت میکنیم. ایلان ماسک هم میگه که خیلی بهترین الگوی توی زمین. الگوی خوبیه تو این زمین.
دیگه این دامیننت استراتژی رو میاد میگه که فقط کافیه 20% بهتر باشی 20% ارزونتر. این ادعای اینه که بعد میاد جلو میگه دیسراپتیو استراتژی. در مورد آقای کلایتون کریستنسن صحبت کردیم جلسه پیشم که بحث کتاب پراسپراتی پارادوکس، معمای فقر رو اون مثلا چیز کرده نوشته. تو اونجا در مورد دیسراپتیو اینویشن میگه این دیسراپتیو استراتژی بچه‌ها اینجا بود، نگاه کنید اینجا هم کیفیت پایین‌تره هم قیمت پایین‌تره. میگه دو گروه میان سمتت، هم اوورسرودا، بعضیاشون میان اوورسرودا هایی که از همه آن چیزی که داره الان بهشون فروخته میشه استفاده نمیکنن. میگه آقا من کل این مایکروسافت آفیس رو که نمیخوام، که من میخوام فقط تایپ کنم، همون گوگل لاک مجانی برا من کافیه، همه اون آپشن های دیگه اصلا واسه من کار نمیکنه، همون گوگل لاکی که من تایپ میکنم برام کافیه. یه سوال فنی پیش میاد. شما شخصا خودتون میگم باشید کدوم از این 4 تا رو انتخاب میکنید؟ بستگی به استیج خودمون و محصولی که داریم داره. ولی اگه منطقی تر فکر بکنیم آدم بهتر وقت و عمرش رو محصولی بذاره که بهتر با اون قیمت پایین‌تر. آره خب اینو همون قبلش هم گفت. که بهتون گفته بودم. آره ولی که نکته مهمش چیه؟ نکته مهمی که الان این روش اصرار میکنه اینه، میگه تو توی دیسراپتیو استراتژی خب یه چیز خیلی روشن داری. آن چیز روشن چیه؟ وقتی داری با یه کیفیت ممکنه یکم پایین‌تر ولی ارزون‌تر میدی و نان کانسومرا رو داری جذب خودت میکنی، یعنی داری اون کیک رو بزرگتر میکنی. یعنی شما میگه هر کدوم از این 4 تا یه مارکتی برای خودشون دارن. یک سگمنت تارگت سگمنتی داره دیگه. خب کسی موفقه که هر 4 تا مارکت رو هم نه الزاما. صبر کن تو نان کانسومرا رو میگیری و مارکت شیر رو داری، مارکت سایز رو بزرگ میکنی. خب نکته مهم اینه اگر روی این شکلی ایتریتیو بری بالا، با دیسراپتیو استراتژی شروع کنی و ایتریتیو بری بالا، خودت رو میتونی با همون قیمت پایینتر بیاری به کیفیت بالا برسونی. با گروه جدیدی از کاربرها شروع کردی که اینا مشتری هیچ کسی نبودن قبلا، نان کانسومرن، مشتری خودتن، دعوا نکردی واسه این که من میخوام از تو مارکت شیر بکنم، همینطوری هم بهترش کردی. آروم آروم آدمهای دیگه هم میان سمتت. و دوباره تاکید کنم چون با نان کانسومر شروع کردید، نه کسی از بازیگرای فعلی، نه کسی درد اونا رو دوا میکرده، پس اینا رو هیچ کسی سویچ نمیکنن چون تو داری دردشون رو دوا میکنی. هی هم داری کیفیت رو میبری بالا، دیگه از تو دوباره از تو سویچ نمیکنن، برای اینکه تو دوباره داری هی بهتر و بهتر و بهتر میشی. من یه سوال بپرسم. دو تا سوال میشه. اول اینکه آقا کسی که توی ذهنش شما گفت از این 4 تا هر کدوم یه مارکت هندن، درسته؟ 1 2 3 و 4. کسی که این کار انجام میده که با کیفیت پایین و قیمت پایین باشه، بعد اون پروداکت رو بهتر و بهتر میکنه تا بشه مورد دومین استراتژی اینه که چیکار بکنه؟ مارکت پایین رو داشته باشه، یعنی کانسومرش رو جمع کنه تا برسه مارکت بالایی که آدمای دیگر به مارکتش اضافه بشن. خب این کسی که این کار رو انجام میده یا واقعا مثلا مارکت 1 و 2 داشته باشن، اصلا از عمد از اینجا شروع میکنه. خب شروع میکنه. آیا میشه از همون اولم شروع بکنه، از همون اول دام استراتژی؟ آره خب این قبلش هم صحبت کرد، گفت اینجا جاییه که تو اگر بتونی با کیفیت بالا و با قیمت پایین تر بزنی، همه جور همه کس مشتریت میشن. حالا چیزی که آندرسرو و اوورسرو. کیفیت پایین و قیمت پایین شروع کنه، مثل توییتر میشه که دیگه نمیتونه مارکت مثلا خب بعد میره یه برند دیگری واسه لوکس میزنه، از تجربهش استفاده میکنه و یک برندی واسه لوکس میزنه. یعنی الزاما تو حتما باید از بخش پایین شروع. نه اینجا سرعتت رو بالاتر میبره. یعنی اگه از پایین شروع کنی، بله اگه از بالا شروع کنی سرعتت پایین‌تره، تو دیرتر میرسی به اون محصول با کیفیت بالاتر. یه چیزی هم هست تو میتونی از پایین شروع کنی ولی اونو
عمومیش نکنیم، اینقدر روش کار کنیم که برسه به اون مورد. خب اون میشه مسئله این که محصولی که من به کار بدون کاربر ببرمش جلو، آیا اصلا محصولی میشود همون need first و idea first. نمیشه. کاربر باید یوز کنه و تو با کاربر با نیاز اون دیولپ کنی. آها. پس تهش پایین شد. بهترین چیزی که توصیه شده همینه. تو یه مشکل کوچیک ولی واقعی از یه کاربر رو ببر. تو روز اول خود گوگل لاکو ببین در مقایسه با ورد و الانشو نگاه نکن. روز اول گوگل لاک هیچی نبود، فقط یه صفحه سفید بود، اصلا امکانات الان نداشت. با کاربر شروع کرد همینو هی ایتریت کردن روش، هی باش ایتریت کرد الان رسید به جایی که خیلی از آپشنای ورد رو هم داره و بحث کلادش انقدر مهم بود که مجبور کرد ورد 365 و ورد آنلاینش و ایناشو بزن. بله از همین ورژن یکم چون که نیاز داخلی احساس کاربرش روشن میشه. اصلا بیزنسش این نبوده، بیزنسش گیم بوده. برای اینکه بین خودشون دو نفر به بالا بتونن ارتباطاتشون و تعاملاتشون رو هندل بکنن، اومدن نبود یه چیزی نوشتن مثل دیسکورد، ولی داریم در مورد خود اسلک صحبت. دیسکورد هم همین بود. متوجه شد. این خاصیتی که تو آیتی داری. آیتی پروداکت کد رو یک بار میزنی ولی این ریوزبل میزنیش. یه بار هزینه دیولپمنت میدی ولی همین میتونه ان بار استفاده بشه و این ان بارش خیلی بیشتر از فضاییه که تو یه چیز فیزیکی هم داری درگیره. اسباب بازی که میفروشن هر یه دونه‌شو باید تولید کنن. درسته که دیزاینش یک بار انجام میشه ولی هر یه دونه‌شو باید تولید کنه. هزینه تولید عدد بالاییه، ولی اونی که تو بخوای مثلا بگی من میخوام الان 10 تا کاربر استفاده میکنم، 5000 تا کاربر استفاده کنم، هزینه زیادی نمیشه. روی سرور مثلا ریسورسات مثلا 10% افزایش میدی. هفته پیش خواب گذاشته یادم بعد این یکی دو تا باشه سری دنبالش معامله بحث یکی بچه خیلی بچه آردون پیشنهاد داشتی سری سایتی بود بالا که دنگا رو تقسیم میده مسئله ای داشت. بعد چند دوست اینستا پست گذاشته که چند تا یوزر هم گرفته تا هم خیلی تو لینک نوشته سه بیرده قبل تو لیست که راحت میتونه حساب بکنیم مثلا تو سه تا اینا میتونه که همه از راه وارد آخر میکنه حساب میکنه که خوبه دیگه. حالا اونا بالاخره یه مشکلی داشتن که اینطوری شده دیگه. بعدش میریم به این میرسیم. به کدوم میرسیم؟ به این دیسکریت استراتژی. این همونیه که یه بار توی این جلسه کی داشتیم صحبت میکردیم بحث شد. بچه نها کنید اینجاست. دیسکریت استراتژی هم کیفیت پایین‌تره هم قیمت بالاتره. این چیه؟ میگه آقا همه آن جاهایی که محدودیت به هر شکلی وجود داره، مثل برای ما خودرو یا به هر قیمتی که هست من بده دیگه، من که گزینه دیگه ای ندارم، حالا میخواد گیر باشه ولی با برق بده باید بهم بدی، من میخوام، نیاز دارم. با هر کیفیتی هم که هست، با هر قیمتی، کیفیت پایین با قیمت بالا هم بیا من میگیرم. یه سوال میشه این نقش راهمون رو که کیفیت پایین قیمت بالا، بعد قیمت پایین و کیفیت بالا قیمت پایین بشه نقشه راه؟ چی یه بار دیگه بگو؟ برای شروع شما چی گفتی؟ گفتی آقا از که طرف شروع میکنه اینه که آقا کارش جوریه که کیفیتش پایینه قیمتش هم پایینه. آره. کار میکنه که کیفیت بره بالاتر ولی آره. میتونیم نقشه رو اینطور انجام بدیم برای شروع که ما نمیتونیم که طرف داره شروع میکنه همه یه موارد رو برای بخش قیمت در نظر بگیریم. اول که خب کیفیت کارش پایینه ولی هزینه بالاه. به شرط این که این رو کاربرت به شرطی ازت میگیره که هیچ گزینه دیگری نداشته باشه.
داره اینم رو همین تاکید میکنه، میگه ولی مورد دوم a company takes an existing product and sells it unique situation. in a unique situation بله. that justifies a higher price. A discrete strategy is best suited for situation in which a higher priced version of the existing product would be very welcome. بله. درست. فقط توی این شرایطه که این اتفاق ممکنه بیفته. اگه اینطوری نباشه اصلا کسی نمیاد ازت بخره که با کیفیت پایین‌تر قیمت بالاتر. ولی میگه اینم دوباره یه فرصته، مثل اون یکی که یه فرصت بود $35 و $250 میفروخت. چرا؟ چون یه نیازی رو برآورده میکرد که بقیه نرفته بودن سراغش. اینا میگه اگه یه جایی باشی که کسی نیازی رو برآورده نمیکنه، تو میگی من میام انجام میدم. ولی خود چیز جالب آره حالا به شوخی فکر کن وسط کبیری، خب بعد توی این وسط کبیر هیچ کس نمیاد اونجا برات داره بیارته. یکی میاد میگه ببین عقب ماشین من یه دونه چتر میذارم پشت سر ماشین من بدو. یه سایبون داری دیگه ولی میتونی اینجا پشت سر ماشین من بدوی. میگی باش بیا چقدر باید بت بدم مثلا فهمانه برسیم. دارم بدوشو دارم شوخی میگم. میخوام بگم اونجا اگه بیاد یه دونه ماشین بذاره، سقفم نداشته باشه، آفتابم تو کلت باشه، بعد 3 برابر قیمت مثلا یه دونه اسنپ عادی هم ازت میگیره، یا مجبورم دیگه، من هیچ راه دیگه ندارم. آره اینجا بالاخره نه بیشوخی میگم واقعا اگر طرف فقط اینا رو در نظر بگیره با خیلی از قوانین که تا نظر سوال هست. آره فرق میکنه دیگه. حالا مثلا داری اخلاقو توش وارد میکنی یه مقدارایی فرق میکنه. طرف میگه آقا طرف میگه اوکی من تو رو میرسونم ولی با این که هیچ گزینه دیگه نره من کم بالا میگم ولی نه دیگه در واقع خیلی چیز عجیبه داره. بریم جلو. دوباره ability to identify situation. اینجا میگه دوباره نکن، روی این تاکید میکنه. The key to a successful discrete strategy is the ability to identify situation. که این شرایط رو داره. اگه اینو نداشته باشی نمیتونی این کارو بکنی. بعد ببین ماجرا اینه، اصلا مسائل دینیش هم بذار کنار. اگر کاربرا تصویری که از تو دارن توی ذهنشون اینی که سر گردن منو گیر آورده بود، به لویال نمیمونه. به من آفرین تا راهی پیدا بکنه از دستت در میره. اینا همیشگی نیست. اینا چیزایی نیست که همیشگی باشه. اون کیفیت بالاتر هم میتونه آدما رو همیشگی در نگه داره. به محض اینکه بتونه در بره از دستت در میره. ممکنه. مثلا اینجا میگه آقا وقتی یه سری آدمن سیتیزن، شهروند، هر چیزی که بگی، حالا منظور سیتیزن رسمی نه، خب یه سری آدمن که نمیتونه به دلیل قانونی نمیتونه چکشو نقد کنه. وقت بهش میگه ببین چکو بیار 20% میگیرن پول کش بهت میدم. نه شرط و اینا منظورم نیستا. منظورم اینه مثلا ما میریم اروپا و اقامتمون، اجازه کارمون، حضورمون اینا مشکلی داره، کار میکنیم کارفرما بهمون یه دونه چک میده، من که این چک رو نمیتونم نقد کنم، میارم میدم به تو. آفرین. میگی که $100 $80 اینا نقد بگیر برو مثلا. نه واقعا هست تو خود آمریکا این شغله که طرف مثلا میاد که آمریکا خود خونه بخره نمیتونه خونه بخره، مثلا بانکی رو مشکل داره میگه اوکی زارم پول نقده با 20% پول بیشتر من تو خونه بخرم. مثلا شغل هستن. نه اینا میگه این شرایط این شکلیه. کلا نگاه کن restriction resulting from high demand can also justify higher prices. نه دیگه اینایی که داریم صحبت میکنیم اونم همینه دیگه. اونم میگه من به محض اینکه بتونم یه راهی پیدا کنم میخوام ریختتم نبینم دیگه. پدرمو در آوردی اینقدر ولی بقیه هم ریختمو نبینم. بقیه که اصلا کسی با تو کاری نداره که. چرا مثلا بابات اصلا هم آمریکا توی آمریکا گفتم خب خیلی مهاجرت توی آمریکا دیگه. اونا هم میگن من اگر اقامتم درست بشه اصلا سراغت نمیام دیگه. تنها کسایی که اقامتشون مشکل داره میان سراغت. زمانی حرف درسته که تو با
افرادی که به تو مراجعه میکنن یه مقدار محدودی باشن، ولی میدونی چیزی که همیشه خدا همیشه هست و روال کار تو همیشه هست. آره، ولی تو دوباره رو شکننده ای به خاطر اینکه روی این سواری روی همین مشکل آدم‌های مکزیکی و فلان سواری. خودش رو چی؟ میگه اتفاق کنم. نه این یه دونه مثلا فکر کن یه چیز قانونی واسش پیدا میکنه، خب یه باگ قانونی واسش پیدا کنه، فرض کن، خب ولی میخوام بگم تو روی اون سواری اگه یه هوی مثلا اومد مثل الان ترامپ که میاد یهو همه چی رو میزنه زیرش، اومد و زد زیرش یه جور دیگه اصلا نوشتش، گفت به محض اینکه شما بیاید 2 سال توی ارتش خدمت بکنید، 1 سال تو ارتش خدمت بکنید، من بهتون اقامت رو میدم. همه میرن ارتش، کلا تو دیگه تموم میشه کارت، هیچکی هم سراغت نمیاد. آخرش ساستینینگ استراتژی. ساستینینگ کجاست؟ اینجا میگه برای این بازیگرای جدید به هیچ وجه سراغ ساستینینگ استراتژی نباید بریم. ساستینینگ استراتژی فقط برای آنهاییه که بازیگر قدیمیان. خوبه. نه بازیگر، منظورم ارائه دهنده های خدمت یا فروشنده و پرودیوسرها، آنهایی که اگر ببین ساستینینگ استراتژی فقط واسه مثلا تویوتا، واسه فیات، واسه فولکس واگونه، داره یه چیزی رو از قبل تولید میکنه، الزاما هم خیلی بهترش نمیکنه، اسلایتلی بهتر میشه، یکم میره بالا یکم میاد پایین، قیمتش یکم میره بالا یکم میاد پایین. تو نمیتونی به عنوان یه بازیگر جدید بیا بگی من هم یه دونه ماشین دارم، هم قیمت تویوتا مثلا توی کلاس بدنه تویوتا کمریه و هم قیمت آره بله هم جایگاه دارن این کمپانی هم زیر ساخت کسی نداره به این بیاد اینجا و دقیقا اونم واسه خودش چون یه سری مشتری قدیمی داره برای حالا زورش در داره هم تاریخ تکنولوژی بازی رو عوض کردن. ایوای قشنگ گرفتیم. آره ولی تویوتا نیست نابود نشد. وقتی که یه ماشین یه چیزی درسته فروش شخصی که مثلا با این مثلا جلو بیشتر در واقع همین افتاده در معرض خطر و مارکت شیر زیر اون بازیگرای اصلی رو کلا گرفته. ببین مثلا BYD توی ماشین های الکتریکیش پدر تسلا رو در آورد. تسلایی که مارکت آفرین روی کرده متفاوت از روز اولش اومد گفت فقط الکتریکی و هیبریدی. یه چیزی هم هست الزاما ما بگیم که افراد فقط این کیفیت ماشین می‌خرن، من قبول ندارم. چرا؟ مثلا آقا میگیم تسلا بهترین ماشین جهانه 100% نه، ولی چرا مثلا هنوز این همه فروش داره؟ چون آدمایی هستن با کس فکر ایلان ماسک موافقن، میگه آقا این طرف قرار جهان رو عوض بکنه، بذار ما اینطور ازش حمایت بکنیم، با اینکه میدونیم ماشینش بهترین ماشین جهان در بغل نیست ولی میره از اون میخره. چرا؟ چون کس فکر اون موافق است. اینم بعد در نظر بگیریم. اوکی نیا کن اینا رو که رد نمی‌کنیم، داریم در مورد این صحبت می‌کنیم که چه مشکلی رو و چه جابی رو از چه گروهی برداشتیم. بله خب مورد هست ولی که کلا بگی آقا اگه این افرادی که قبلا تازه تسلا قدیمی ماشینا نیست، مثلا قبلا نبود بعد مثلا بنز ماشیناشو برق کرد، بی ام دبلیو برق کرد، آفرین بله بله و اونا مجبور شدن برای اینکه این مارکت رو داشته باشه اونها هم این تغییر رو بپذیرن، ولی با اینکه دیر هم شروع کردن ولی بنز هنوز ماشینش رو میفروشه، بی ام دبلیو ماشین میفروشه، ولی بگید نه کلا اینا نه کلا تموم شدن فیل شدن مثلا شرکت نه اینطوری نیست اصلا. آره مارکت شیرشون به شدت کاهش پیدا کرده. بله بگیم خب 100%. همین بلک میگم که یه شب از بین رفت که داشت میفروخت یه جایی، ولی ببین بلک بری چطور شد اپل رفت باش دیل کنه قبول نکرد گفت نه آقا بلک بری رسیدیم سر پراسس. این فکر میکنم